جنگ اول صلح آخر. فقط آقای باغبان عزیز در پایین مدراتورا فقط اما اجازه رو بالا پایین باغبان عزیز بگیریم بیاریم بالا پایین کن لطفا. باغبان اوکی. خانم چشم مسئله شما ندارین دیگه الحمدلله کسی تو زندگی؟ نه خیر، من نه ازدواج کردم نه جایزه دارم. بسیار. و چند سال تو آمریکا زندگی میکنی پرنسس من 3 ساله دارم اینجا زندگی میکنم. بله. سابق کجا بودی؟ قبلا من کابل زندگی میکردم و الان اومدم آمریکا و قبل از کابل من اصفهان بودم ایران. خب و همین. بله بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی. انشالله که خوشبخت باشین تو زندگی. ببین خانم محترم میگه از حرف بزرگ خدا مگذرد. اینجا بهترین دوستای من انسانهای مردای خوب بزنسمند پسران پولدار و زحمت کشیدم به این مقام رسیدم. مفتم هیچ کاری انجام نمیدن. اگر خدا نخواسته با احساسات دختر پسری از لایو حاجی تقوی به خانه بخت برود با احساساتشون بازی بشه یا با خدا نخواسته کوتاهی حاجی کی برای پایین انداخت؟ از اینترنت خودت به خدا ضعیف بود رفته بودی پایین. این آپشن هیچ کسی نداره که بالا پایین کنه. فقط باغبان داره که اون کار نمیکنه که یک باغبان یک لوسیفر اونا دوست ما هستن نمیکنه. بین تمامی مدراتورای من فقط این کسی دیگه نداره بکس بره. خودت هم با اینی که فول آپشن تو نمیتونید جیگر کس تو رو بندازه پایین. خانم چشم مسئله صدا بنده رو میشنوی؟ زا فول آپشن گرفتی؟ بله حاجی. اینترنت ضعیفه. اینترنت ضعیف حالا سعی کن یک خطش روشن است. سعی کن من عکس مثلا بگیرم از اینترنت ضعیف است که اینترنت ضعیفه. خانم محترم اینجا در لایو من شما اینو میخوام به همه بگم. لایو من کسی سر خونه و زندگی بره پس بعد دروغ گفته باشه یا خدا نخواسته با احساساتش بازی بشه اگه خبر به گوش حاجی تقوی برسه دودمان اون دختر دودمان اون پسر را سرویس میفرماهم. همون جوری که با در لهجه خوش با عفت و کلام خوب میرین سر خونه بعد اگر یک روزی به خوب به توافق نرسیدین با لهجه و عفت کلام خوب از هم جداشین چون همه ما خواهر مادر برادر و فامیل داریم انشالله امید خدا. فهمیدی بانو محترم؟ حاجی بذار یه چیز من بهت بگم. خب دورت بگم. من خودم خونه دارم، من خودم ماشین دارم، من خودم جاب دارم، وظیفه دارم. من بخش امنیتی یه بانک کار میکنم، به عنوان پلیس کار میکنم. بله. و اصلا این بحثا نیست که بخواد مثلا از کسی سوء استفاده بشه. حالا اون کسی که بخواد بترسه منم که حالا یکی بخواد از من سوء استفاده کنه چون همه چیزایی که بخوام و من دارم آلردی توی زندگیم و اینجا مگر هستم به خاطر اینکه خوش میگذره فنه. شما محترمین دوستایی که اینجا من واقعا خوشحال شدم دیدم دوستا از استرالیا جوین شدن یلدارم که میشناسم و شما هم که از جرمنی. اینجا در بالایی که من تصویر میگم آقای محمد عزیزم آمریکاست. شیر جنگل دیوانگان سلام. شیر جنگل برادر دیوانگان شیر جنگل السلام علیکم. در پایین لایو مدراتور من خوش آمدی. اینجا آقای امان افیشیال عزیز محترم مایک بر شما. سلام آقای امان رویل هستیم میشنویم صدای شما رو. سلام حاجی آقا دوستای زیر لایف کسایی که بالاست به شمول یلدا خانم دکتر یوسف و دوستای دیگه فریحه جان دورت بگردم. بسیار خوش آمدید. آقای امان عزیز محترم شما ما آمریکا زندگی میکردیم در کدام استیت؟ در استیت واشنگتن هستم حاجی آقا. جانم هستی بچه ها تا واقعا استیت واشنگتن است. امان جان عزیز چند سال در آمریکا بودی؟ حاجی من زیاد نمیشه 6 سال کمتر یا اضافه میشه. بسیار عالی موفق مؤید باشی. ببین یه همچین پسر خیلی خوب. بابا امام عزیز تشکر از جناب آقای امان عزیز محترم صدا تو شنیدم. آقای بابا امان پنشیری بر عزیز من امام شما پیشتر یک شوخ مذاق کردی گفتی من در سان فرانسیسکو هستم حاجی فکرت باشه. نه حاجی جان من چی بودم آلمان بودم آمدم پاکستان. با خدا؟ بله. بسیار زنده باشی.
از خیر سر همه کسانی که داخل لایو هستین، اما قلبک نارنجی رو اما بالا بزنین. خدا یار و نگهدارتون باشه. اوکی، پس شما در چیز هستیم، پس رفتیم پاکستان زندگی میکنین؟ کمپلت رفتین یا پس میاین اروپا برادر عزیز؟ نه ما پس میایم. با خدا میاین دیگه نه؟ بله ها میایم. بسیار عالی، بسیار عالی، موفق مایت باشید. بسیار عالی. خانم فریای عزیز محترم، صدای شما رو هم بشنویم. بانوی محترم بفرمایید، رویل هستین. سلام حاجی جان، خدمت تمامی دوستای داخل لایف. با این لایف من در جرمنی زندگی میکنم، در پایتخت در برلین هستم. زنده باشید. بسیار عالی. خانم فریا جان، یه شوخی هم به جاش باشه. صدای انقدر زیبا و شیرین که دارین، فکر نکنم 26 27 بالا باشی. چند سالتونه یا 24؟ حاجی دورتون بگردم، گوشای شما صدای منو زیبا میشنه. من 19 و نیم ساله هستم حاجی جان، اما الان سرمون خوردم. بر پدر اون دکتری که شما کارشناسی کرده 19 و نیم گفته رحمت، ولی بیایم سن واقعیتون رو بپرسیم ممنون میشم. فکر نکنم فقط نگویی در بچه‌ها که مداخل. فقط چی نگویم؟ نگو که مداخل کمپستم آبروی من میره. نه پس میگم در خانه انگلا مرکل زندگی میکنی. خب خیر. خب سنتون بگم، حالا نمیگم داخل کمپس. خیر من 27 و نیم هستم. 27 و نیم. آفرین به شما. بانو فری از جایزه مایزه که چیزی ندارین که کلا سر مردم بره؟ دورت بگرد. جایزه بیبیت داره. جایزه چیست؟ هلو لا حول ولا. خب بانو هستن نه؟ خانم ها ناموس ما هستن، حق دارن به حاج آقا هم یه چیزی بگن. حتی اینا حق دارن انگل کنن، اینجا کلاه حاج آقا رو بالا پایین کنن، مهم نیست. ولی به ریش حاج آقا بازی نکنه خیر است، این چیزا مهم نیستش. دورت بگردم. مرسی فریا جان. هم صحبتی شو. میتونین آرزویی که یه پسر تو زندگیت بیاد تو 1 دقیقه بگی چه جور پسری باشه؟ بفهمید حاجی جان. دورت بگردم، من پسر نمیخوام، همینجوری میام اینجا حوصله‌ام سر میره. من شوهر نمیخوام، همیشه هم گفتم، الانم میگم. یعنی یه گیفتر خوبم نمیخواید که باشه کنارت؟ نه حاجی جان، یه توته جیگر، یه نفس، یه قلب. حاجی جان، همینجا که آمد در نام شاهین مغرور گفته امان خوار مرا بگی. شاهین مغرور خواری تو طلاق دادم، من دیگه نمیگیرم دوباره. شاهین عزیز خیلی خوش آمدی دوست عزیزم محترم، ممنونتم. مرسی. فریا جان عزیز، آخری یه دونه آرزویی که به پسران وطن اگه بخوای بکنی از صمیم قلبت، یه دختر سینگل پرو مکس، چه آرزویی داری؟ دورت بگرد. من برای تمامی پسران جوانای وطن بهترین آرزو، یعنی خداوند برای همتون سلامتی، خانواده هاتون خیلی طولانیه داماج، انشالله دختر خوب گیرتون بیاد، یه زن زندگی، همسر زندگی. دست شما در نکن، دست شما در نکن. خانم دکتر عزیز محترم، خوش صداترین دختر از استرالیا، بفهمین یه بیوگرافی نستعین ازتون میگیرم. سرکار خانم دکتر الین، پرنسس وطن ما که تو سن کم تحصیل دکتریشون رو مصرف کرده. جانم حاجی آقا، در آخر برای من بگو، برای دوستا بگو که من خوار شاهین مغرور را طلاق دادم، الانم همینطور سینگل پرو مکس هستم. شاهین مغرور برو دیگه، پدر نرد شایدی نتی برو بخش. زنده باشید. دکتر الین عزیز محترم، رویل هستیم، بفهمین دوست عزیز محترم. سلام درود به حاج آقای محترم، انشالله که صحت و صحتمند باشین و یه سلام خاص به حضار محترم، انشالله که همگیتان خوب صحتمند لباس عافیت در تن داشته باشین. حاج آقا من هلن هستم، 26 سالمه، از استرالیا ملبورن صحبت میکنم و همینقدر. آجا اگه سوالی چیزی عزیز هستی. خانم دکتر هلین هم به شما دوستای عزیزین رو بگم، خدا به سر شده، خدا به سر شده. از اول لایف تا الان لایف یک نفر بیاد به ثبوت بگه که من سرمو میزنم. یکی از دختران با شخصیت، با صدا و بماند از همه اینا یه چشمای خوشگل زیبا که من هر موقع میبینم یاد این پژو 206 دیران میغلطم. به خدا. الله اکبر. اللهم صل علی محمد علی سیدنا. دکتر الین عزیز محترم،
ممنون. کی بود این صحبت کرد؟ یوسف خان. اوکی دکتر الین محترم. من نبودم، جهنم بود. خیر. خانم دکتر الین عزیز محترم، 2 تا سوال آج آقا از شما میپرسه، جواب آج آقا رو به درستی نستعین بدیم برای بانو محترم. بفرمایید حاج آقا. اول از این که در زندگیتون اگه بخواین یک زندگی در آینده درست کنین، چه جور شخصیت پسر رو واقعا میپذیرین، قبول میکنین؟ تو 1 دقیقه توضیح بده. حاج آقا پسرای سرزمین و پسرای وطن همهشان خوب، خوش اخلاق، با غیرت، نام خدا، خانواده دوست، ولی کسی که داخل زندگی ما بیاد باید همه تو خانواده دوست و زحمتکش و راستگو باشه، حداقل سختی دیده باشه. آفرین. اوکی داشت تمام میشه. مرسی. اوکی سوالمو تمام میکنم، اجازه بدین صحبت کنه دوستای عزیز. سوال بعدی